موسیر، گیاهی که سطح زیر کشتش طی سالهای اخیر در کشور 5 برابر شده. شاید سوال کنید که مگر این گیاه بیشتر از ماست و موسیر میارزه که اینقدر مورد اقبال قرار گرفته؟ اگر بخوام لب کلام رو در چند جمله براتون بیان کنم اینه که برای کشت 1 هکتار از این گیاه به طور متوسط 200 میلیون تومان هزینه نیازه، اما همین مبلغ سرمایه گذاری طی 8 ماه حدوداً 400 میلیون تومان سود خالص برای کشاورز در پی خواهد داشت. این یکی از مهمترین دلایل اقبال کشاورزاست، اما تنها دلیل نیست. دلایل مهم دیگه اینه که این گیاه یک گیاه کم مصرف از لحاظ آبه. دلیل دوم اینه که این گیاه به صورت تلفیقی با کشت‌های دیگه هم قابل کشته. می‌بینید که در مجموع یک گیاه تمام عیاره، اما مهمترین خطری که پیش روی کشاورزا هست اینه که ممکنه این افزایش سطح زیر کشت در سالهای بعد باعث به هم خوردن عرضه و تقاضا بشه و لذا این خطر وجود داره که رونق و سود سالهای اخیر در پی نداشته باشه. لذا ما به عنوان یک مرکز دانشگاهی علاوه بر اینکه این سیگنال‌های خطر رو به کشاورزان القا می‌کنیم، اما در صدد هستیم تا با باز کردن بازارهای موسیر ایران به بازارهای جهانی این مشکل را حل کنیم. این کار شاید از مسیر معرفی بهتر این گیاه و جایگزینی اون با گیاه سیر که عطر و طعم تندتری داره اتفاق بیفته. همچنین عواملی که در اینترنشنال مارکتینگ یا رسیدن پای ما به بازارهای جهانی نقش مهمی ایفا می‌کنند. ما در این کلیپ این مسائل رو برای شما روشن می‌کنیم و در صورتی که نیاز به آموزش‌های بیشتری داشته باشید در خدمت شما هستیم. محسنات زیادی کشت موسیر داره، از جمله اینکه میتونه به صورت ترکیبی و تلفیقی با خیلی دیگه از کشت‌های زراعی در واقع کشت و کار بشه. در رابطه با موسیر و ارجحیت کشتمون به محصولات دیگه، موسیر چند تا ویژگی داره. اون اول این که علاوه بر این که به صورت تر به فروش میره، قابلیت انبارداری و خشک کردن داره. دیگه این که به صورت پلاک به قول معروف قابل فراوری هست و خب مشتریای خاص خودشو داره. گیاه موسیر یک محصول اقتصادی با ارزشی است که پیاز آن از رویشگاه‌های طبیعی برداشت می‌شود که به عنوان بذر از آن استفاده می‌کنند. موسیری که مربوط به زاگرس مرکزی ایران هست، آلیوم هیرتیفولیوم هست، بر اساس گفته‌های آقای دکتر مظفریان و دیگر اساتید مطرح، آلیوم هیرتیفولیوم از نظر اکولوژی جزو ژئوفیت‌های گرم مزاج هست، به طوری که میشه گفت این گیاه با گرما میانه خوبی نداره. در مناطقی که گرمای بهار وجود داره ما نمیتونیم به صورت بهینه رشد در واقع پیاز موسیر رو داشته باشیم. به همین لحاظ نیاز داره به مناطق مرتفع و سرد. پیاز موسیر به هیچ عنوان نمیتونه ماندابی رو تحمل بکنه. بنابراین خاک‌هایی با بافت لومیشنی و سبک با مواد عالی غنی میتونن بهترین بستر برای کشت موسیر باشن. از نظر ترکیبات حدود 50 ترکیب سولفوره بسیار ارزشمند در موسیر شناسایی شده. از نظر خواص ضد دیابتی، ضد تصلب شرايین، ضد اسپاس و همینطور آنتیبیوتیک قوی برای موسیر در منابع گفته شده. طب سنتی خوشبختانه چون به خاطر طبع گرم موسیر پزشکان طب سنتی خیلی تاکید بر مصرف موسیر دارن، اونم خوشبختانه یکی از دلایلی است که مصرف موسیر رو به صورت مداوم بین مردم داره بیشتر مصرف میشه. این سطح زیر کشت زراعی موسیر که تقریبا از حدود 10 سال پیش به این طرف شروع به اهلی سازی و کشت این گیاه شده، بیشترین سطح زیر کشتش در استانهای چهارمول، بختیاری، اصفهان و لرستان هست و بعد از اون استانهای همدان، کردستان و بقیه استانها میتونن در واقع آماری از سطح زیر کشت این گیاه ارائه کنن. چالش هایی ممکنه در آینده موسیر داشته باشه. یکی از چالش های مهم کشت موسیر انتقال آفات و بیماری هست، به طوری که
موسیر با پیاز به صورت تجاری کشت و کار میشه و انتقال بسیاری از بیماری ها و آفات با انتقال پیاز میتونه به استانهای مختلف و مناطقی که قبلا کشت و کارش رواج نداشته این ضرر زیان رو برای کشاورزایی که برای اولین بار میخوان موسیر کشت بکنن به دنبال داشته باشه. این استفاده از قاشقش در آبیاری اواخر زمستان یا اوایل بهار قرار شد مشورت کنیم و انشاءالله در آینده این کار رو انجام بدیم. ما موسیرها رو قبل از کشت ضد عفونی کردیم با سم تیوفانات متیلی، هم سمی که اسم تجاریش توی بازار توپسین هست، محلول 2/1000 تهیه کردیم و موسیرها رو 2-3 دقیقه توی یک سبدی میذاشتیم و توی محلول بوته برمی کردیم و بعد از 2-3 دقیقه توی جایی میذاشتیم که آبش جدا بشه و تا زمان کشت. اگر موسیر احیانا حالا اشباع شد بازارش نسبت به محصولات دیگه، ما باید اینم در ضمن دقت داشته باشیم که هر محصولی رو که بیش از حد کشت بشه و یا در بین کشاورزا توصیه به کشت اون بشه، این یک کار غلطی است. تعادل بین عرضه و تقاضا به هم بخوره و در نتیجه باعث افت شدید قیمت اون محصول بشه. من خواهشم از دوستان اینه که دوستانی که میخوان در زمینه کشت محصولات کشاورزی و یا خصوصا گیاهان دارویی فعالیت بکنن، ترجیحاً تک کشتی رو انجام ندن. یعنی به حضورتون معظم اگر فرض بفرمایید مساحتی دارن، این مساحت رو اختصاص به 3-4 تا محصول بدن. من چند تا محصولم پیشنهاد میکنم به دوستان که در حقیقت بازار مداومی داره برای خرید و فروش و به صورت دائمی مصرف داره رو خدمت دوستان عرض میکنم که میتونه یا در کنار به اصطلاح موسیر کشت و کار اون، البته با توجه به اقلیم‌های مختلفی که هست، کشت و کار بشه. حالا به حضورتون عرضم بهلیمو یک محصول خیلی خوبی هست. تخم کدوی طبی در حقیقت مصرف به نسبت خوبی تو بازار داره، البته بیشتر جنبه دارویی داره. استویا هست. نقاط قوت تولید محصول موسیر میتونیم به وجود بازار بین‌المللی این گیاه اشاره بکنیم که باید دائم رصد بشه. مباحثی مثل بازاریابی، بازارسازی بر اساس شناخت سلایق و نیازهای در واقع فرهنگ‌های مختلف تولید محصولات و فرآورده‌های جدید، اطلاع از رشد رقبای احتمالی در سالهای آینده و مسائل مختلفی که ممکنه ثبات بازار رو تحت شعاع قرار بده، باید اینا همش رصد بشه کنه. و قبل از تحریم ها یکی از کشورهایی که واقعا نسبت به خرید موسیر مرتبا از ایران اقدام میکرد کشور آلمان بود که حالا اخیراً متاسفانه این محدودیت ها مانع شده. این مسئله میتونه با همکاری بخش‌های دولتی و خصوصی اجرایی بشه. در دنیا یکی از سازوکارهای مهمی که در مورد کنترل بازار محصولات کشاورزی وجود داره، ایجاد تشکل‌های مردم نهاد هست. بهترین تنظیم کننده های بازار، تولید کنندگان و مصرف کنندگان عمده هر محصول هستند. تجربه‌ای که در محصولاتی مانند پسته در سالهای اخیر حاصل شده میتونه راهگشا باشه. در همین راستا دفتر طرح گیاهان دارویی در سال جاری اقدام به فراخوانی برای تشکیل انجمن موسیر کرده که انشاءالله با تلاش همکاران عزیزمون در آینده شاهد فعالیت این تشکل مردمی و همینطور رسیدن به نتایج مثبت اون خواهیم بود. در مورد تهیه بخش اعظم بذری که برای کشت استفاده کردم از منطقه خودمون خریداری کردم، موسیری که از منطقه دالانکو از منابع طبیعی جمع آوری شده بود. یه مقداری هم از شهرستان علیگودرز موسیر زراعی تهیه کردم. سعی کردم که
موسیری که ضربه خوردگی نداشته باشه و آسیب دیدگی نداشته باشه و از نظر ظاهری هم آلودگی قارچی نداشته باشه خریداری بکنیم. در مورد آماده سازی زمین، بعد از اینکه ما زمین رو شخم زدیم از کلوخ خوب استفاده کردیم که میزان کلوخ زمین رو به حداقل برسونیم. بعد از اون به ازای هر جریب 2 تا 3 تن کود پوسیده دامی استفاده کردیم. البته توصیه بیشتر از این بود، حداقل 4 تا 5 تن میگفتن بعد استفاده بشه. ما نتونستیم بیشتر از این تهیه بکنیم. توصیه البته متفاوت هم بود. یه عده‌ای از آقایون اعتقاد داشتن که اصلا کود استفاده نشه، بهتره که ریسک آلودگی قارچی حذف بشه، مخصوصا چون ممکنه فرآیند عمل آوری کود درست انجام نشده باشه. مراحل کاشت موسیر: ابتدا اون زمین که قرار موسیر توش کشت بشه بررسی میکنیم و یک آزمون خاک روش انجام و چنانچه خاک مناسب برای کشت موسیر از نظر اقتصادی باشه، اقدام به شخم زدن آن در فصل بهار به عمق 30 سانتی متر میکنیم و یا میتونیم از زمین کشت سیب زمینی هم استفاده کنیم و در فصل پاییز بر اساس نیاز کودی خاک و بافت خاک کود پوسیده ترجیحاً گاوی در حدود 100 تن به خاک اضافه میکنیم و شخم میزنیم. در مورد استفاده از کودهای شیمیایی هم چون ما آنالیز خاک داشتیم و مشورت گرفتیم از کارشناسا، اعتقادشون این بود که فسفر خاک به اندازه کافیه و نیازی به استفاده از کود فسفات نیست. کودهای پتاسیم رو 15 کیلوگرم در هر جریب سولفات پتاسیم استفاده کردیم و قرار شد که برای استفاده از آهن و آزوت تو مراحل بعد مشورت بگیریم. کودهای شیمیایی NPK به این صورت که تمام فسفر مورد نیاز خاک را بر اساس آزمون خاک در زمان کاشت به خاک اضافه می‌کنیم و 1/3 انکای را در زمان کاشت و 2/3 آن را در فصل رویش به خاک اضافه می‌کنیم و همچنین از گوگرد بنتونیتا 250 کیلوگرم در هکتار و 10 کیلوگرم تیوباسیلیوس به همراه 100 کیلوگرم اسیتیلومیک به خاک اضافه می‌کنیم و اون را دیست می‌زنیم و اقدام به کشت موسیقی. در مورد نحوه کاشت داشتم خدمتتون عرض می‌کردم که یه عده توصیه می‌کردن که ما کاشت رو به صورت دستی با کارگر انجام بدیم، برامون مقدور نبود. یه عده توصیه می‌کردن که حتما با سیبکار دستی به جای سیبکار اتوماتیک استفاده بکنیم که اونم یه دستگاه آوردیم ولی اون نتیجه قابل قبولی برای ما نداشت. شاید دستگاه تنظیم نبوده. بازی یه عده توصیه می‌کردن که از سیرکار استفاده کنیم. مطمئن طبعاً اطلاع نداشتیم که کسی داشته باشه این دستگاه رو. در نهایت با سیبکارهای اتوماتیک ما کشتمون رو انجام دادیم. عمق کاش رو 15 سانتی متر تنظیم کردیم و فاصله بین ردیف‌ها خب 75 سانت بود که ما اصلا نمیتونستیم تغییرش بدیم و فاصله روی ردیف رو حداقل فاصله که میتونستیم همون 15 سانت رو تنظیم کردیم و کاش رو انجام دادیم. ما 250 تا 300 کیلوگرم موسی در هر جریب. یکی از مباحث مهم در کشت موسی بحث مکانیزاسیون اون هست. از اونجایی که کشت موسی اخیراً مورد توجه کشاورزان قرار گرفته و کشت این محصول در سطح محدودی در حال انجام هست، کمتر به بحث مکانیزاسیون اون توجه و فکر شده. دید از زمین‌های کشت موسی در مناطق مختلف کشور ما را به عمق کاشت 10 تا 12 سانتی متر رسونده. همچنین فاصله ردیف‌ها از 20 تا 30 سانتی متر و فاصله قده‌ها در بازه بین 5 تا 15 سانتی متر متغیره. علت این تغییر به نوع خاک از لحاظ غنی و ضعیف بودن اون مربوط میشه. در حال حاضر از 2 دست
دستگاه شرکت سبزدشت جهت کشت موسیر استفاده می‌کنند. بسیاری از کشاورزان از دستگاه 8 ردیفه سیرکار سبزدشت استفاده می‌کنند. این دستگاه در صورتی که تنظیمات اون به درستی انجام بگیره بهترین گزینه برای کشت موسیره. فاصله ردیف‌ها در این دستگاه 22 سانتی متر و فاصله قده‌ها 7 تا 25 سانتی متر هست. همچنین عمق کاشت این دستگاه تا 15 سانتی متر قابل تغییر و تنظیمه. در صورتی که موسیرکاران بخواهند با فاصله بیشتر از 22 سانتی متر با این دستگاه کشت کنند، پیشنهاد فعلی ما کشت موسیر با 4 یا 6 کارنده از این دستگاهه. برای مثال به ازای هر 2 ردیف کش 1 ردیف از کارنده ها غیر فعال بشه و یا 1 ردیف در میان کشت موسیر انجام بگیره. بسیاری از موسیرکاران از فاصله کاشت کم قده ها ابراز نارضایتی کردند که این نارضایتی تنها به دلیل ناآشنایی با امکانات دستگاه و عدم تنظیم فاصله کش اتفاق افتاده. البته دیده شده در مواردی که اندازه موسیر بذری بسیار بزرگ هست امکان رد شدن از لوله این دستگاه وجود نداشته و موسیرها شکسته میشن. لذا توصیه ما استفاده از موسیرهای با سایز کوچک و متوسط برای استفاده از این دستگاهه. هرچند که خود کشاورزان به دلیل قیمت بالای موسیر علاقه به خرید بذرهای درشت و سنگین ندارند و با انتخاب بذرهای سایز کوچک سعی در صرفه‌جویی در هزینه کاشت خواهند داشت. در بعضی موارد موسیرکاران از دستگاه سیب زمینی کار استفاده می کنند. شرکت سبزدشت این روش کش را به موسیرکاران توصیه نمی کنه، چرا که اولا فاصله کاش با این دستگاه 70 تا 75 سانتی متر و قسمت زیادی از زمین به خاطر فاصله ردیف زیاد رها میشه و به اصطلاح پرت زمین زیاد خواهد شد. همین امر باعث کاهش عملکرد موسیر در هر هکتار میشه. این دستگاهی که ما اختراع کردیم یکی خودش نوار به صورت اتوماتیک موسیر را برداشت میکنه و داخل شیارها میریزه، جلو شیار میزنه و موسیر داخل شیار ریخته میشه و از پشت سر خاک دهی میکنه که به صورت پشت دار میره. کشت خطی با این دستگاه علاوه بر سرعت کاشت و کاهش مصرف پیازچی موسیر عملیات داشت محصول را نیز آسان میکنه. بهترین زمان کشت موسیر از مهر ماه تا آبان ماه قبل از سرماست که بتونه ریشه در زمین مستقر شود و بهترین تراکم برای کشت موسیر 18 بوته در متر مربع است با وزن 20 تا 30 گرم که طبق محاسبات حدود 4 تن موسیر برای 1 هکتار لازم است. در مورد فرآوری اولا هیچ کدوم از اون از اسلایسر استفاده نکرده بودن و تمام خرد کردن رو و ورقه کردن رو با دست انجام میدادن. یه نفر از اون ادعا داشت که اسلایسر خرید کرده بوده ولی اون جواب خوب رو ازش نگرفته بوده و کار خرد کردن رو همچنان با دست انجام میده. هیچ کدوم اون فرآیند شیرین سازی رو انجام نمیدادن و تا جایی که من میپرسیدم ازشون فقط به 2-3 بار آب کشی اکتفا میکرد. همشون تاکید داشتن که حتما از فن قوی استفاده بشه و خشک کردن در سایه انجام بشه و کوتاه شدن زمان باعث میشه که موسیرها خوش رنگ تر بشن و تیره رنگ نشن. با این حال من طیف گسترده از رنگ دیدم از قهوه‌ای تیر روشن تا رنگ‌های روشن‌تر و سفیدتر که احتمالاً بستگی به روش فرآوریشون داره.